تنگدستی اویله و ناتوانی و بیکاری مردان خانواده شماری از زنان را در افغانستان وادار کرده که ترس و هراس را یکسو گذارند و به صف نظامیان بپیوندند. از لطفیه دهلیز نوری مادری 6 فرزند در شیرخان بندری افغانستان برخی قماندان نام میبرند. وقتی که من در پلیس شامل شدم مرا آمدن خیلی منت کردن و که تو چرا رفتی؟ برای امینا گفتم کار کردم که روزگار امینا خوب شه، امینا یک چیز یاد بگیره، درس بخونه. گفتم من تا کی رقم باشم. خیلی منت کردن، از پیشون باز پت کوچ ما کشیدم. آمدم در بندر شدم. در جامعه جنگ زده افغانستان که حقوق زنانش محدود است، تهدید به زنان نظامی پوش و قالب شکن بیشتر است. وضع خب 24 ساعت خراب است دیگه. ما این جایم رفتن میتونیم، پیشوا بود یگان قندز امام صاحب میرفتیم، حالی از خانه خود ما دور رفتن میتونیم. به شب به ترس و لرز میباشیم. روزم که کدام دشمن نبیه ما را نزنه، یا در موتر یک جای میریم در کسی نمیگیم که ما جای میریم. اگر پرسان هم کرد از خانه از اولادای ما میگم بگو که خانه همسایه است، یا بگو در وظیفه است، نگوین که قندز رفته، امام صاحب رفته یا کابل رفته. تو گپا را نزنید. در صف پلیس سرحدی افغانستان حدودی 200 زن فعالیت میکند. اکثریت با برقه های سیاه تا جای کار میروند و بعدا تبدیل لباس میکنند. گلبیبی خوجه هم در میدان هوایی حربی در کندوز به حیث تفتیشگر کار میکند. $200 معاش میگیرد و میگوید شوهرش به یک شرط برایش اجازه کار را داد. خدا نخواد خطایی کنی، گفت زنده تو از دستم نمیبره. شکر کلش از ما خوش است. خطایی یعنی چی؟ یعنی با چی؟ اینا در تلفن مصرف نشو، خدا نخواسته کدام فریب نته. این آدمی سیاست عقل خام داره نی، این خدا نخواسته گپ نشه. گفت این هیچ چیز نشد. این 8 سال شده که من در میدان هستم. من از قماندانم، از امیرم، از ضابطایم، از کلی خوش هستم. این زنان نه تنها از سوی طالبان تهدید می شوند، بلکه از سوی زنان عادی همسایه های خویش هم خشونت می شوند. لطفیه میگوید حتی بعضا از آنها برای این کار کافر هم نام میبرند. خود ما فعلا میگه سیاسرها یگان جای میگه تو ماشی دولت میخری، ماشی امریکا را میخری. میگم نوش جانم میخرم برین شما. من طرفداری دولت میکنم. میگم نه هر رقم باشه دولت خوب است. لطفیه و گلبیبی که حالا برای شرکت در یک دوره آموزشی در دوشنبه قرار دارند میگویند حتی از این سفرشان هم بسیاری از همسایه و نزدیکان خبر ندارند. وزارت امور داخلی افغانستان حالا با آن تلاش دارد که نقش و حضور زنان در نهادهای انتظامی بیشتر شود. به این خاطر در این نهاد برای 5000 زن کار پیش بینی شده است. به عسکری هم زنانی از 19 ساله بالا و سالم قبول می شده است. وزارت امور داخلی خدمات را برای ارائه میکنه، امتیازات را برای میده و ضمن به خاطر از اینکه بعض مشکلات است چون ما خانم هستند، بعض مسائل فامیلی رو باید پیش برن. در مراکز که در افغانستان یا در جای که وظایف اجرا میکنن از طریق کودکستان بر اطفالشان خدمات صحی ارائه میشه. لطفیه و گلبیبی دو زنی افغانی که برای پیشبرد زندگی و حفظ مرز کشور خود لباس نظامی به بر کردند میگویند در این راه یا سر میدهند یا سنگر. ما سوگند یاد کردیم دیگه، یا سر میتم یا سنگر. تا که زنده هستم که وظیفه اعلان میکنم که برابر که دشمن می جنگم.